سلام عزیزای دلم، خوش اومدید به این انرژی خانی. بریم ببینیم که پیام چه شخصی اینجا در میاد. قبلش ازتون درخواست میکنم که ویدیو رو لایک کنید که انرژیتون بیفته روی کارتا. در حفاظت نام مقدس پروردگار به همون بگو کی چی باید بشنوه. اینا خب زیادن. اوکی، دقیقاً درست حد زدم. بچه یه شخص اینجا هست که خیلی براش چالش برانگیزه که بخواد حرفش رو به شما بزنه یا بیاد جلو باتون حرف بزنه. یه جوری انگار بیان افکارش یا حرف دلش یا بیان احساسش به شما خیلی سخته براش. اینجا یک شخصی رو میبینم که میخواد از احساسش با شما حرف بزنه، میدونی؟ و یا حتی بیاد جلو، یه فرصتی به خودش و رابطه شما، یه فرصتی به خودش و شما بده، یه فرصتی به رابطتون بده. حالت این که شاید یه پیشنهادی بده، میدونی، با کارت آس شمشیر یه چیزی بینتون شروع بشه، ولی خیلی مشکل داره توی بیان احساسش با کارت 8 شمشیر. و من احساس میکنم که تمام فکرهاشو یا احساساتش رو راجع به شما سرکوب کرده. میتونه به خاطر این باشه که ترس داره در بیان کردن اونها یا محدودیت داره. خیلی باید شجاع باشه که بخواد این کارو بکنه، چون یه ترسی اینجا هست. میتونه ترس از رد شدن باشه یا قضاوت شدن. اگه کسی هست که یعنی فکر میکنم این آدم میتونید از اینجا تشخیصش بدید که سعی میکنه خیلی در برابر شما ساکت باشه. میدونی، آدمی که بیشتر از هر کس دیگه‌ای جلوی شما ساکته و اصلا شاید حتی خجالتیه. به نظر میرسه که سخت حرف میزنه. به نظر میرسه یه چیز عجیبی در مورد این آدم هست و شما حسش میکنید. یکی از طرفین میتونه متولد آب باشه، یعنی ماهای تیر، اسفند، آبان. او انگار که طرفتون یا شما یا اون. ببینید، من سعی میکنم که نگم شما یا اون، یه جورایی دارم میگم یه شخص اینجا هست که اینطوریه. حالا چون بعضیا میگن که انرژی ما رو داری میخونی، حالا دیگه هر طور که براتون رزونیت میکنه، ولی به صورت کلی یه شخصی، یعنی همین شخصی که داریم در موردش حرف میزنیم، انگار که خیلی کارش، شغلش براش اولویت باشه. و قضیه چیه؟ انگار مثلا خیلی اونو داره اولویت خودش میذاره، آزادیشو، دستاوردهای شخصیشو یا فضای شخصی خودشو خیلی منمن میکنه، یا یکم انگار خودخواهه توی این قضیه. مثلا احتمال داره که حاضر نیست که بخواد چیزی رو شریک بشه، یا ترس از دست دادن موفقیتاشو داشته باشه، یا دستاورداش، یا پولشو، یا حتی احساسشو، ترس از دست دادن آزادیشو با وارد یه رابطه شدن. و انگار مثلا طرف حس میکنه که تنهایی خیلی موفق تر عمل میکنه توی زندگیش، ولی از اون ور یه سری احساساتی داره و نمیدونه بینشون کدوم انتخاب کنه. میدونی؟ حتی متولدین هوا رو هم داریم، ماهای مهر، بهمن، خرداد.
و در ضمن یه پیامی اینجا هست که شاید بعضیتون متوجه شده باشید. وقتی که راضی هستی از، چون کارتا دارن اینو نشون میدن، شکرگزار زمان حال خودت هستی و با سینگلیت خوشحالی، یا وقتایی که هیچ کششی احساس نمی کنی و با تنهایی خودت حال میکنی، انگار آدمای بیشتری رو به سمت خودت جذب میکنی، یا انگار اون موقع این فرد هی از خودش به تو نشونه میده، مثلا هی پیداش میشه، سرکلش پیدا میشه یا نشونه هی ازش میبینی، میدونی، احساس میکنی که مثلا داری جذبش میکنی به خودت، چون که توی حالت رهایی هستی، توی این حالت هستی که من حالم با خودم خوبه، با تنهاییم و به کسی نیاز ندارم. این یه پیام برای شماست. انگار که حتی این شخص بخواد بیشتر تحریک بشه بیاد سمت شما وقتی که شما رو توی این موقعیت ببینه. یکی از طرفین وقتی اون یکی رو میبینه که چقدر با خودش تنهایی حال میکنه یا حالش خوبه و نیازمند نیست، بهش جذب میشه همش. این میتونه راز جذب کردن طرفین باشه توی رابطتون. یعنی با این تکنیک، با این حالت جذب هم میشید. انگار که مثلا این شخص خیلی سختشه که هر کاریش کنی انگار اولویتش کار و شغلشه، میدونی، مثلا توی یه رابطه رفتن، ولی این احساسو داره و ترس داره از اینکه بیاد جلو، چون میترسه اگه وارد یه رابطه بشه موقعیت خودش رو از دست بده یا جایگاه خودش یا چیزی که داره رو از دست بده. مخصوصا اگر آقا باشه، چون ما اینجا شخصیت‌های آقا زیاد داریم. 3 تا کینگ داریم، 3 تا پادشاه و یه دونه شوالیه. عنصر خاک داره میاد، عنصر آتش داره میاد، تمام ماها رو ما اینجا داریم. انگار که مخصوصا شخصیت‌های آقا مثلا حالتش اینطوریه که نه، من اگه وارد رابطه بشم قلبم شکسته میشه، پولم برده میشه، آزادیم گرفته میشه، میدونی. و الان دارم پیامشو میگیرم. زمانی که خانوم رابطه چیز باشه، مستقل باشه یا نیازمند نباشه و حالتی رو از خودش نشون بده که مثلا به تو نیازی ندارم، من قرار نیست از تو چیزی رو بگیرم، قرار نیست آویزونت باشم، قرار نیست بهت وابسته باشم، اصلا بهت محل نمیدم، اون وقت این آقا میاد جلو برای ارتباط برقرار کردن. میدونی، انگار یه خانومی رو میخواد که خیالش راحت باشه که از اینکه این خانوم قرار نیست آزادیشو بگیره، پولشو بگیره، میدونی، بهش بچسبه، بهش گیر بده و میتونه مثلا دستاوردهای خودش رو حفظ کنه یا موقعیت خودش رو حفظ کنه یا آزادی خودش رو حفظ کنه، هر حالتی میتونه باشه و انگار ترس از دست دادن اونو داره. و زمانی که خانم رابطه این انرژی رو از خودش نشون میده که نه، مثلا کاری ندارم، من همین الان حالم با خودم خوبه، با سینگلیم خوشحالم، من دستم تو جیب خودمه، یا مثلا خودم پول دارم، هر چیزی، این شخص اون وقت خیالش راحت میشه که این خانم با اعتماد به نفسه، این خانم خودش از پس خودش برمیاد، نیازمند من نیست، پس ما میتونیم یه رابطه خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. اوکی. آره، این پیام کلیه واسه هر کسی که نیاز داشت بشنوه. طرفتون اگه آدم پولداری، اگه آدم موفقیه، یا اگه آدمیه که اصلا شاید بگی پولدار موفق نیست ولی همش مثلا کارش اولویتشه، اینجوری به شما جذب میشه. زمانی که ببینه شما هم موفقیت‌های شخصی خودتون اولویتتونه و دوتاتون مثلا روی یک فرکانس قرار دارید، دوتاتون آزادی خودتون رو دارید، اینا.
بسیار خوب عزیزای دلم، اینم از انرژی خوانی کوتاه امروز. امیدوارم هر کسی که نیاز داشت پیامشو دریافت کرده باشه. اگر که دوست داشتید چنل رو سابسکرایب کنید. عاشقتونم تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار.